با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد جهت رشد فوتبال، مکمل گردانی اینفراستراکچور ساحه و تامین عمومیت ورزش در ولایت ختلان، برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش و برنامه رشد فوتبال در ولایت ختلان برای سال 2022-2026 تطبیق می‌گردد. در اساس دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و عملی گشتن برنامه‌های ذکر شده در شهر و ناحیه‌های ولایت در برابر تجدید نوسازی و بنیاد انشاءات نو ساحه، همزمان برای ترغیب طرز حیات سالم، دریافت ورزشکاران لیاقتمند و در زمینه تشکیل چنین چهاربینی‌های ورزشی در رویه وطن پرستی، تربیت نمودن نوسان جوانان تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می‌شود. در نویه فرخار طبق این نقشه چهاربینی برای رشد فوتبال در دهات و تحکیم رشته دوستی بین جوانان با ابتکار مقامات اجرایی دولتی و بخش کار با جوانان و ورزش در جماعت دهات خراسان نویه مسابقه فوتبال دهه و دهه برگزار گردید که در آن 32 دسته فوتبال از جماعت‌های شهرک و دهات برای دریافت جام بخش کار با جوانان و ورزش شرکت ورزیدند. در دور نهایی مسابقه دسته فوتبالبازان دهات درقد و نوروز جماعت دهات خراسان بازی شوق‌آور نشان داده آن به حساب 1-0 به فایده دسته فوتبالبازان جماعت دهات درقد انجام یافت. برای اشغال جای دوم به دسته نوروز دیپلم و تحفه و به دسته درقد جام مسابقه تقدیم کرده شد. همچنین برای هوسمندی اشتراکچیان بهترین حمایتگر، دروازه‌بان و فوتبالباز بهترین از جانب رهبریت بخش کار با جوانان و ورزش و تشبثکاران قدرشناسی گردید. در نویه فرخار نظامان 250 عدد انشاءات ورزشی موجود میباشد که بیشتر آن را تالار میدان‌های ورزشی تشکیل می‌دهد. با استفاده از این شرایط سال روان طبق نقشه چهاربینی ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت ختلان و بخش کار با جوانان و ورزشی نویه و در هر یک جماعت دهات چنین مسابقه‌های ورزشی تشکیل کرده شود. در دوره راه اندازی کردن این تدبیر علاقه در دو جماعت دهات نویه مسابقه فوتبال دهه به دهه گذرانده شده است. در مسابقه فوتبال دهه به نام سیف رحیمزاده افردی جماعت دهات دهقان‌آباد در برابر فوتبالبازان دیگر دهات نویه دو دسته از نویه میر سعید علی حمدانی نیز فعالانه اشتراک نمودند. مورد ذکر است که برگزاری چنین مسابقه‌های فوتبال برای خصوصیت ماهی پیدا کردن این نمود ورزش میان نورسان جوانان و تربیت جسمانی مساعدت می‌کند.